مشکل است وقتی احساس میکنی که چیزی را از دست داده ای. مشکل است هنگامی که در گذشت بناکامی انجام یافته‌ات را چشم میپوشی و یاد میکنی. مشکل است وقتی فکر میکنی که کسی را داری اما او نیست. مشکل است وقتی دردت را تنها خودت میدانی و نمیخواهی به کسی بگویی. زنده در گور و بنور نیاز داشتن واقعا مشکل است. میگویند همش میگذرد، اما مشکل است گذشته که از خود نشانه دردآور باقی میگذارد. مشکل است وقتی که خود را در خود میکشی و میگویی زندگی را مراد ساختن بوده است. اصلا همه چی مشکل است، اما اگر زنده ایم باید بدونیم که زندگی کارگاهی است که در آن همیشه کار میکنیم. اگر گوییم کار مشکل است پس این خلاصه و گناه خود ماست. باید عادت کرد.